میخوام پسر داشته باشم نه دختر و تو برایم پسر تولد میکنی، وگرنه جواب را میدهم. میگویند بعضی جوانان به همسرانشان، این همان فهمش جاهلیت در ذهن بعضی مردان باقی مانده است. اگر یک رو به صفحه تاریخ بیاریم، قبیله عرب از این بدتر به زن، به خصوص دختران نوزاد داشته است. اگر همسری قبیله عرب جنس لطیف دختر تولد بکند، مرد خجالت زده و شرمنده حساب می یافت و دختری نوزادش را به دریا غرق می کرد یا زنده به زنده می گرانید. چه دهشت! با آمدن پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم، رفتار غیر انسانی قبیله عرب به تدریج بازداشته شد. پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم میگوید هر نفری که صاحب 3 دختر می شود و با خلق و رفتار و نمونوی به وایه می رساند، در بهشت برایشان باز است. حتی از نگاه طب تولد دختر از مرد وابسته است. صحبت تلفنی داشتم با نامزد علمهای طب عبدالصمد عبدالواحد و او برایم چنین گفت: در تولد کودک جنسیت را مرد معین میکند و مادر تنها در بطن خود کودک را نگاه می‌دارد. عبدالصمد ادعای مردان را که از زنان خود پیوسته تولدی پسر را تقاضا میکنند نادرست ارزیابی میکند و میگوید که هرچند طب تلاش‌های را به خرج میدهد که ولی همگی در نزد امرهای خداوند رو به نیاز بودند. با این اشاره بر این نقطه برخی از جوانهای تاجیک میگویند خداوند برایشان هر چیز را که خواه از جنس زن و خواه از جنس مرد بدهد قبول دارند و شکرگزار هستند. داشتن دختر را قدر بکنیم، شکرگزار و صبور باشیم. قدر نداشتن فرزند را از بی فرزندان بپرسیم. ببینید چقدر انسان ها در جهان به ناخن فرزند زار هستند. این نعمت را خداوند به هر کس نصیب ندانسته است و این هم یک حکمت خود را دارد. ببینید تاجر شناخته و میلیونر ازبکستان علیشیر عثمانوف فرزند ندارد. پیغمبر لوط دختر داشت. شاعر ابوالقاسم فردوسی دختر داشت نه پسر. در این مورد شاعر بزرگوار ابو عبدالله رودکی میگوید با داده قناعت کن با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی، در بهز کسی نظر مکن غصه مخور، در کمز خودت نظر کن و شاد بزی. شخصا خود من 3 دختر نازنین دارم و شکرگزار هستم به مردهایی که برای دختر تولد کردن زنها فشار میارند. دعوت میکنم که از این عمل زشت عموما دست بکشند.